ساعت 4 صبح امروز با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوه‌های مسلحه تاجیکستان گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان با هدف سنجیدن آماده باشی جنگ جزء اتمها بار اول در تاریخ دولت صاحب استقلالی تاجیکستان 100,000 نفر افسران و سربازان قوه‌های مسلح، کارمندان مقامات حفظی حقوق و 130,000 نفر افسران و سربازان هیئت ذخیره‌های سفربری در تمام قلمرو مملکت با بانگ خطر جمع آورده شده آماده باشی جنگی آنها سنجیده شد. در چاره‌بینی ذکر گردیده که تحت عنوان مرز 2021 گذرانیده شد 1023 تکنیک زیره‌پوش جنگی، 3167 تکنیک اتومبیلی و مخصوص، 447 واسطه ارتلری و مینومیات، 234 واسطه مدافع ضد هوایی، 45 طیاره و چرخبال‌های جنگی و نقلیاتی در سمت‌های عملیاتی و منطقه‌های اجرای وظیفه جنگی برآورده شدند. این چاره‌بینی در تمام قلمرو کشور دایر شده ساعت 7 صبح با نتیجه‌های سطح بلند جنببست گردید. بعد جنببست چاره‌بینی محترم امامعلی رحمان و پایگاه گواردیای ملی تشریف آوردند. با سرفرمانده عالی قوه‌های مسلحه جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان گنرال پالکونیک شیرعلی میرزا با آمادگی جزء اتمها برای گذشت نظامی گزارش داد. بعد اجرای سرود ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در نزد خدمتچیان حربی قوه‌های مسلحه کشور از جمله هیئت شخصی قشون‌های سرحدی، گواردیای ملی، دیگر ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق سخنرانی نموده حاضرین را به مناسبت 30مین سالگرد استقلالیت دولتی تبریک و تهنیت گفتند. تاکید گردید که در شرایط نهایت حساس منطقه و جهانی امروزه حفظ کردن امنیت خلق تاجیک و دولت تاجیکان فضای آرامی و سیاسی جمعیتی یعنی صلح و آرامی، ثبات سیاسی، وحدت ملی و سرجمعی ملت برای دولتداری ما اهمیت اولین درجه و سرنوشت ساز دارد. سرور دولت در ارتباط با وضع نارامی منطقه تاکید نمودند که ما باید برای حمایت صلح و آرامی به قیمت بسیار گران به دست آورده امان ثبات سیاسی، وحدت ملی و امنیت دولت و خلقمان آماده باشیم.